علی همیشه تو دل جمع بود. همون آدمی بود که همیشه میخندید، زودتر از همه میرسید، تا آخرم میموند تا جمع و گرم نگه داره. همه میگفتن چقدر این علی خوبه، همیشه پر انرژیه، همیشه به ما کمک میکنه. اما یه شب علی موبایلشو نگاه کرد. همون دوستای صمیمیش 1 ساعت پیش بدون اون رفتن تفریح، خبرش هم بهش نداده بودن. اون لحظه علی حس میکرد یه سیلی محکم خورده. انگار بهش گفتن تو برای ما لازمی، ولی نه اونقدری که جای خالیت اذیتمون کنه. دردش چی بود؟ این که فهمید اون همه تلاش برای خوب نشون دادن خودش فقط یه نقش بوده. اون تو جمع فقط یه آدمی بود که حال بقیه رو خوب میکرد، نه یه دوست واقعی که خودش هم بخواد دیده بشه. واسه همینم مدام خودشو سانسور میکرد، چون میترسید اگه یه روز خسته باشه، اگه یه روز ناراحتی داشته باشه، اونا از جمع بذارنش کنار، بهش بگن این علی چه آدم حوصله سربریه. علی تصمیم گرفت دیگه بازی رو عوض کنه، دیگه ادامه نده. دیگه نخواست تو هر جمعی خودشو غالب کنه، با خودش گفت تمومش میکنم. شروع کرد به انتخاب آدمای زندگیش. گفت به جای 10 تا رفیق معمولی دنبال یه آدم امن میگردم، کسی که اگه نصف شب بهش زنگ بزنی و بگی حالم بده نگه چرا، یا نخواد نصیحتت کنه، فقط بگه عیبی نداره، من کنارتم، من الان خودمو میرسونم. بابا جون، تو هم مثل علی ارزشمندتر از اینی هستی که فقط نقش بازی کنی. پس انرژی و قلب تو جایی بذار که حضور واقعیت برای اون آدم یا آدما مهم باشه. دوست یا همراه واقعی اونیه که وقتی نباشی واقعا جای خالی تو حس کنه.